یکی از بزرگترین استریمرهای کیک وسط لایو جلوی هزاران نفر دستگیر شد و بعد دستگیریش اومد گفت استریمینگ بدترین ورژن منو ساخته. و دارم راجع به کی حرف میزنم؟ جیدیون. حالا قبل از اینکه بریم بفهمیم که چه اتفاقی براش افتاده و چرا دستگیر شده، بیاین یه ذره با خود جیدیون آشنا بشیم، دراماهایی که کرده و غیره و غیره و غیره. اولاش پرانک خیابونی درست میکرد، پرانکای جنجالی، نه مثل پرانکای سویل پرانک قانونی باشن. میرفت رسما مردم رو وسط خیابون آزار میداد. داخل استادیوم موهاشو میتراشید و کاری میکرد از استادیوم بیرونش بکنن. داخل فروشگاه چه میدونم کارهای عجیب غریب میکرد، میرفت مردم رو الکی ماساژ میداد و واو. بذارین چند تا نمونه از شوخیایی که میکرد و بهتون نشون بدم. فاکینگ مثلا اینجا فکر کنم رفته رسما داخل یه دانشگاه شروع کرده امتحان دادن، در صورتی که عضو اون دانشگاه نیست و داره تقلب میکنه وسط امتحان. نگاه کنید. I think the answer was like it was C. I'll show you the professor. Professor, no. This was my trap phone. It doesn't count. That's my trap phone. That's my real one. How am I supposed to take a test with this? Come on, bro. We all know you really failed. I didn't fail the first one. Yes, you did, bro. Because I failed. طرف برگشته داره از رو کاغذ مردم عکس میگیره. خدا. آره دیگه یه همچین آدمیه. خلاصه بهتون بگم این کارهای عجیب غریبی که میکرد مثلا باعث شد داخل 2-3 سال راه 10 ساله رو بره و برسه بالای 14 15 16 میلیون ویو. و خب این بین دراماهای بزرگی هم داشته، مثل دراماش با پوکیمن که اکل درامای بزرگی هم بود. جیدیون داخل استریمش برگشت به ویووراش گفت که برین تو داخل استریم پوکیمن و یه دونه چیز خیلی خاص که روی صفحه احتمالاً بنویسم شروع کنین اذیت کردن و کیم ریختن به پوکیمن، که اتفاقا باعث شد 14 روز یا 14 روز از تویش بند بشه و بعد به صورت کامل از تویش بند شد و باعث شد که بیاد روی کیک تولید محتوا کنه، استریم بکنه. اصلا من ویدیو اصلیشو پیدا نکردم ولی خب یه ویدیو از کانال کامان بلکس که Follow her right now. We're gonna be back, y'all. We will be back. Oh! Y'all niggas ناگاه همه دارن چت میدن ال ریتیو، ال پلاس ریتیو. نمیدونم یعنی چی فاکینگ، چون خیلی داخل اینترنت نیستم ولی خب میدونم یه توهینیه. follow her! Yo, what the bro, what the fuck? Just know she's making a steak ass face. She's sitting here. Who is Gideon? Okay. Who's Gideon? You know who Gideon is. What? Hey yo, what the fuck? اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا رو نگاه. Who's Gideon? You know who Gideon is. They moved it to sub only? I can't go too crazy because و اونجا من دقیقا نمیدونم پوکیمن چی کار کرد ولی خب یه کار کرد که همه نمیتونن چت بدن دیگه، فقط کسایی که ساب کردن میتونن چت بدن. دقیقا بعد از همه این قضایا 14 روز جیدیون از تویچ بند شد. بعدش یه کار جالب کرد جیدیون، اومد پروفایل توییترش رو گذاشت عکس بدون میکاپ پوکیمن. بعد خیلی خلاصه بگم گفت وقتی آنبن بشم یه کار دیوانه وار میکنم و خب به خاطر همین هم تویچ فکر کنم کامل بنش کرد، کامل دیگه هیچ وقت نمیتونه روی تویچ استریم بکنه. بچه‌ها بیشتر یوتیوبرهای خارجی بعد از بند شدن از تویچ حالا یه مدتی از اینترنت فاصله میگیرن. خب اما جیدیون دقیقاً برعکس این موضوع عمل کرد. دقیقاً مثلا اونجا فهمیده بود هر چقدر کار جنجالی تر بکنه مردم قراره بیشتر فالوش کنن، مردم قراره بیشتر بهش پول بدن، بیشتر قراره ویو بخوره و خب همین موضوع باعث شد دیگه مثلا نره تو فروشگاه و دانشگاه و غیره و غیره و غیره. تصمیم گرفت که بره یه جاهایی که اگه گیر بیفته رسما ممکنه بره زندان. به جایی رسیده بود این قضیه پرانک کردناش و این قضیه اذیت کردناش که رفته بود داخل ویمبلدون اگه اشتباه نکنم، یکی از بزرگترین مسابقات تنیس دنیا، و داشت جنجال به پا میکرد. اون وسط داشت هر کاری دلش میخواست میکرد که سکیوریتی دیگه نمیدونستن چیکار کنن رسما. که یکی از نمونه‌هاشو بهتون نشون میدم. Serena actually. I'm Serena's baby daddy. I don't. Me and Serena, we don't do too much talking if you know what I mean. There we go. That's what I'm talking about! That's what I'm talking about! When the game's going on. Oh, I thought it was like over.
فاکینگ بچه‌ها این ویوا هست ما تو استادیوم ما فوت میکنیم توش، اینا رسما غیر قانونیه داخل مسابقات تنیس. و خب بعد این غلطایی که کرد دیگه اجازه ورود به مسابقات ویمبلدون رو نداشت. و حالا چرا بعد این همه قوقا هنوز مردم دوستش داشتن؟ چون فاکینگ جنجالی. کدوم آدم احمقی پا میشه میره از ویمبلدون بند بشه؟ ببین بعد یه مدت که تمرکزش رو گذاشته بود روی کیک و یوتیوب، دیگه پرانک های عادی نمیساخت. یعنی پا نمیشد بره داخل ویمبلدون چه میدونم مثلا اذیت بکنه بازیکن‌ها رو، مردم و غیره و غیره و غیره. تمرکزش رو گذاشته بود روی کسایی که مثلا چطوری بهتون بگم، نمیدونم چطوری باید تو یوتیوب اسمشو بگم، PDF فایل هستن، یعنی کسایی که قصد سوء استفاده از بچه و اینا رو دارن. و خب این باعث شد خیلی‌ها بگن اوه این یه شهرتی داره و داره تلاش میکنه که از شهرتش برای محافظت از بقیه و کودکان و اینا استفاده کنه. ولی فاکینگ خیلی داشت بد پیش میرفت این موضوع. چون این موضوع ممکنه داخل روندهای پلیس و اینا یه ذره اختلال ایجاد کنه داخل خارج کشور، تو ایران که نمیره. و خب بچه‌ها این خیلی قضیه بدیه. مثلا فکر کن داخل خارج کشور یه بنده خدایی بود که داخل آلمان زندگی میکرد، ایرانی بود. گفت من اولایی بود که رفته بودم آلمان و فکر میکرد آلمان هم بعضی رفتاراشون مثل ایرانن و برگشته بود به بچه یکی گفته بود ماین لیبه گفته بود به آلمانی میشه عزیزم. و بابای دختر بچه شاکی شده و گفته بود چرا به دختر من میگی عزیزم؟ اینقدر داخل خارج کشور این قضیه داره که فکر کن مثلا داخل خارج کشور مثلا این نیست که بچه رو مثلا همه فامیل دیده باشن. اکچولی موسکریتیکال یکی از یوتیوبرای خیلی معروف و پرطرفدار خارجی که مثلا یوتیوبر مورد علاقه ناروتو هم هست، داخل ویدیوش اومده بود راجع به جیدیون صحبت کرده بود و جیدیون چیکار کنه خوبه، اومده بود گفته بود مامان بالاخره موسکریتیکال راجع من داخل ویدیو موسکریتیکالم. و موسکریتیکال اومده بود داخل ویدیوش ریده بود به طرف و اومده ویدیو داده نوشته موسکریتیکال ریاکت تو مای پرت کچ و روی تامنیلش بخوام بهتون نشون بدم نوشته This is evil. این ویدیوشه. This guy is purchasing videos of children being and then making a meme out of it. And apparently at the direction of his manager. $5 for cheese pizza, which they all keep calling it on TikTok. And you don't just stumble across the telegrams. You have to go. بچه من میخوام کلمه بچه رو با کلمه جامدادی جابجا بکنم. موسکریتیکال اینجا داره میگه تو داری موضوع جامدادی بازی رو خیلی پیش پا افتاده میگیری و تبدیلش میکنه به یه میم. و موسکریتیکال اینجا برمیگرده میگه Go out looking for these things. You don't just stumble across the telegrams. You have to go out looking for these things. خیلی خلاصه داره خودش دفاع میکنه، میگه داداش تو باید بری بیرون قشنگ اینا رو نگاه کنی تا بفهمی چه چیز ترسناکی و اینا. و اینم یه موضوع خیلی جالبی بود که دوست داشتم توضیح بدم. ولی بریم سر قضیه دستگیر شدن جیدیون. همه چی از دوست جیدیون یعنی اسکیتر جین شروع شد. طبق گفته اسکیتر مردی که عمو جو صداش میکرد مدت‌ها بوده بدون اجازه داخل خونه مادر بزرگش داشته زندگانی میکرده و خانواده‌اش نمیتونستن بیرونش کنن و این موضوع اسکیتر پخشش کرد تو فضای مجازی و خیلی هم بازخورد داشت که جیدیون تصمیم گرفت بره خودشو جا کنه لای این ماجرا، چون یه ذره بازخورد و ویو داشت. تصمیم گرفت خودشو بره جا کنه داخل این ماجرا و خیلی خلاصه بگم برنامه‌اش این بود که حضورش باعث اون مردی که از خونه بره بیرون. و طبق گفته خودشون این موضوع خیلی اتفاقا کار کرد و حضورش باعث شد اون مردک خونه رو ترک کنه و بره به مکدونالد نزدیک اونجا. و خب اینجا بود که خیلی اتفاقا از کنترل خارج. جیدیون، اسکیتر و خیلی از بچهای تیم جیدیون رفتن به سمت همون مکدونالد. لایو کیکشون هم روشن بود، هزاران نفر هم داشتن قضیه رو کامل میدیدن و به جایی رسید که خب رفتن با طرف صحبت بکنن، میخواستن جدی فقط صحبت بکنن ولی خب ویورا داشتن لوکیشن اونجا رو پیدا میکردن و سریع هجوم میآوردن به سمت اونجا. مدیر رستوران هم دید خیلی داره اوضاع خیت میشه، سریع زنگ پلیس زد که خب بزنین ببینم ویدیوشو پیدا میکنم بهتون نشون بدم. Be more specific. You. So they said these people? Him, yes. You guys cannot be on the property. Hey, Or they're gonna arrest do you. you guys want some McDonald's? Y'all want to go inside real quick? You're gonna be arrested for trespassing if you go in there. Bro,
You don't have any, like no offense, officer, but like, do you genuinely have nothing better to do? خلاصه بگم اینجا داره با پلیسا و اینا میجنگه که آره من نمیرم از اینجا و خب قضیه به جای میرسه که پلیسا اونو دستگیر میکنن و میبرن. این موقع دستگیری هم داشته زجه میزده که پلیس آفیسر من میلیونرم، میدم اخراجت کنم، میدم بکنن تو جون. How fast do you think this is gonna get dropped? Do you really think the charge is gonna stick? I am a multi-millionaire. I promise you, I can take this as far as you want. What's your man? Don't worry, I'll pay for your bond. It's not gonna stick. حالا به چه اتهامای دستگیر شده بود؟ اتهامای به هم زدن نظم عمومی و تعقیب یا مزاحمت طبق عنوان اتهام در پرونده. و بعد این موضوع اینترنت دو دسته شد. یه سری میگفتن جیدیون آزاد بکنید و خب یه سری هم میگفتن نه اون نباید آزاد بشه. اگه میخواسته کمک بکنه چرا رفته جلو این همه آدم کمک کرده جلو رو استریم. وقتی که جیدیون دستگیر شد تقریبا همه گفتن که فاکینگ این دیگه پایانشه، دیگه قرار نیست جیدیونی داخل کامیونیتی وجود داشته باشه. و چند روز بعد با وثیقه آزاد شد و اینجا دارم میخونم. چند روز بعد نشست جلوی دوربین و خیلی بروک برگشت گفت که استریم کردن بدترین نسخه منو ساخت. من حوصله‌ام نمیشه بگردم پیدا کنم. قسمت 1 ساعت و 20 دقیقه دارم ویدیو حرف میزنم راجع به این سیاه‌پوست. حوصله‌ام نمیشه. برین این ویدیوشه آی کوید. داخل ویدیوش خیلی مستقیم برگشت گفته استریم کردن بدترین نسخه منو ساخت. اینم بود داستان و قضیه دستگیری. و بچه یه موضوعی هم که بخوام بهتون بگم اینه که من یه مدت خیلی طولانیه که روی این چنل ویدیو نذاشتم و از این به بعد قرار بذارم تا درآمد چنلمو فعال کنم، چون بچه هیچ درآمدی چنلم نداره. نزدیک 5 سال دارم تولید محتوا میکنم، درآمد آنچنانی تا حالا به دست نیاوردم و ممنون میشم لایک کنی، کامنت بذاری، ساب کنی تا یه ذره دوباره بیام رو دور.